که میگوییم لا اله الا الله محمد رسول الله، با رسول الله بیعت کردیم، از اینجا میگیم یا رسول الله با عهد و پیمان خود حاضر و ایستاده هستیم. یا رسول الله اگر ما را به آتش زنند، اگر ما را به دریا زنند، اگر ما را به دم کارد و شمشیر قرار بدن، یا رسول الله با تو بیعت کردیم که پیامبرمانی لا اله الا الله محمد رسول الله. علی تکبیر. الله اکبر. یا رسول الله مردم فلسطین به خاطر همین عهد است که امروز جان میدن. یا رسول الله به خاطر همین عهد و پیمان است که امروز تکه تکه میشوند، ولی عهد با شما نمیشکنند. یا رسول الله به خاطر همین است پارچه پارچه میشن، ولی عهد و پیمان با شما نمیشکنند.